ببینیم در نیروگاه‌های هسته‌ای چطور برق تولید میشه. سوخت هسته‌ای مورد نیاز در نیروگاه هگزافلوراید اورانیوم هست که به شکل استوانه‌های کوچکی در لوله‌های از جنس زیرکونیوم در مرکز راکتور قرار گرفته. به این قرص‌های کوچک کیک زرد هم گفته میشه. در راکتور برای آزاد شدن انرژی نوترون‌های با انرژی بسیار بالا به سمت سوخت پرتاب میشن که باعث شکسته شدن اورانیوم به هسته‌های کوچکتر و آزاد شدن میزان زیادی از انرژی میشن. این واکنش ادامه دار هست و به واکنش شکافت هسته‌ای زنجیره‌ای معروفه. انرژی حرارتی تولید شده در راکتور توسط سیال خنک کننده مثل آب جذب میشه. دمای آب حدود 325 درجه سانتیگراد هست. آب فوق داغ از راکتور به مبدل حرارتی منتقل میشه و باعث تبخیر آب و تولید بخار با فشار زیاد میشه. بخار تولید شده به سمت توربین بخار هدایت میشه و فشار بالا باعث حرکت توربین میشه تا انرژی حرارتی رو به انرژی مکانیکی تبدیل کنه. بخاری که در مرحله اول فشارش کم شده به یک توربین کم فشار دیگه میره تا بیشترین بازدهی رو از بخار بگیرن. با حرکت توربین ژنراتور انرژی مکانیکی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه و در نهایت الکتریسیته به خطوط انتقال میره.